این خبر را دنبال کرده. صمیم سلام، وقتت بخیر. جزئیات بیشتر چی است؟ سلام عایشه، تشکر. بدون شک تنش‌هایی که امروز اتفاق افتاد و دیشب عملاتی که در مرز بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت، این بستگی به 2 روز قبل دارد که گفته میشد نیروهای هوایی پاکستان بر چهارراه عبدالله در شهر کابل حمله کردند و خسارات انگفتی را در پی داشت که البته شاهدان عینی موضوع را مطرح کردند و در صفحات اجتماعی مسئله خیلی بازتاب پیدا کرد، ولی طالبان سکوت کرده بودند. همین روز آقای مجاهد آمد در یک کنفرانس مطبوعاتی یادآور شد و هشدار داد، کوشش کرد که به یک نوع مسئله را سیاسی جلوه بده و گفت که علاقات در دولت پاکستان هستند که این مسائل دامن میزنند و تنش‌های را بیشتر از این میکنند. و همچنان امروز پس از عملاتی که در بین مرز افغانستان و پاکستان صورت گرفت، شهباز شریف و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، آقای اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان و همچنان مریم نواز شریف آمدن. اینا تمامش یک واکنش بسیار جدی داشتن. آقای زرداری گفت که ارتش پاکستان به موقع عمل کرد و تانست عملات که طالبان از سوی مرز انجام داده بود خنثی بکنه. همچنان آقای نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف گفت که پاکستان و تمامیت ارضی پاکستان بر ما اولویت داره و اگر تروریستا یا کسایی که بخواهند پاکستان از طریق افغانستان و یا آسیای میانه را تهدید بکنه، ما دنبال اونا می رویم و آرامشان نخواهیم. در کنار از او آقای متقی امروز که در یک نشست خبری حضور پیدا کرد در دهلی است، آمد آقای متقی از گفتگوها حرف زد و گفت که گفتگوها باید صورت بگیره بین دولت پاکستان و امارت اسلامی و بیان کرد که ما با مردم پاکستان مشکل نداریم، مردم پاکستان دوست ما هستند. آمد از میانجیگری ها صحبت کرد و گفت که ما بتانیم میانجیگری خوبتر بکنیم. واکنش های همچنان در صفحات اجتماعی و سیاسون هم نیز داشتند در این مورد، ولی در کل دولت پاکستان موضع بسیار قاطع در این مورد داشت و آقای متقی هم آمد در آخرین مورد هشدار داد که اگر گفتگوهای که بین قرار است صورت بگیره که تا هنوز کدام میانجیگری نشد، اونا تشکری کرد از دولت قطر، از چند کشور دیگه که واکنش نشان دادن. همچنان وزیر خارجه وزارت خارجه ایران از میانجیگری باید صورت بگیره و تنش‌ها را به نفع هر دو طرف نخوان و گفت که یک کار خوب نیست، بر منطقه را ناامن میسازه. و آخرین موردش که من قبلا گفتم که آقای متقی هشدار داد که اگر گفتگوها به نتیجه نرسه ما روی گزینه بعدی میریم، اما واضح نساخت که گزینه‌های بعدی از اینا چی خواهد بود. تشکر صمیم از جزئیاتی که ارائه کردی. ادامه خبرها. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان امروز نشست خبری تازه را در دهلی نو با حضور خبرنگاران زن برگزار کرد. وزارت خارجه هند در پی موجی از انتقادهای داخلی از هیئت طالبان خواست تا بار دیگر کنفرانس با حضور برابر خبرنگاران زن و مرد برگزار کند. این نشست خبری در سفارت افغانستان در دهلی برگزار شد. روز جمعه محافظان